سلام دوستان، اینجا فرودگاه ملبورنه و ما داریم میریم سفرمون رو آغاز کنیم به سمت شهر کینز، شهری شرجی و بسیار زیبا در شمال ایالت کوینزلند استرالیا. اگه دوست دارید جاذبه های این شهر زیبا و ساحلی رو ببینید، با ما همراه باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خب هم در تصویر میبینید مسافت ملبورن تا کینز تقریبا مسافت زیادیه. از جنوب کشور یا بهتر بگم قاره به سمت شماله. برای همین ما حدود 3 ساعت پرواز داشتیم تا برسیم به شهر کینز. روز سفرمون رفتیم به شهر پورت داگلاس که حدود نیم ساعت با شهر کینز فاصله داره. همونطور که میبینید کافه و رستوران‌های قشنگی داره، طبیعت فوق‌العاده‌ای داره، اما از شانس بدمون تو اون فصل سال سیل اومده بود و شهر برای 5 روز آب نداشت. رستورانا و کافه همه تعطیل. اینجا هم ساحل زیبای پورت داگلاسه. پیشنهاد میکنم اگه به این شهر اومدید حتما به سواحل زیبای اون هم سر بزنید. ما داریم میریم دنبال یه رستوران جایی بگردیم که نهار بخوریم، بعد از این ور بریم کینز از پورت داگلاس. برای اینکه این تایمی که ما اومدیم پورت داگلاس آب برای چندین روز 5-6 روز قطعه و ما تصمیم گرفتیم که هتلی که بوک کردیم رو تغییر بدیم و بریم کینز هتل بوک کنیم و اونجا بمونیم، برای اینکه واقعا خیلی سخته آدم میخواد بیاد هالیدی و آب نباشه، ولی واقعا شهر خوشگلیه، خیلی توریستی و قشنگه. تو مسیر سفرمون از پورت داگلاس به کینز به یه واینری انبه برخوردیم. یه باغ خیلی بزرگ پر از درختای انبه و میوه های انبه که اون فصل سال فصل رسیدنشون بود و بستنی خوشمزه و انبه های خوشمزه دیگه نگم براتون. بالاخره رسیدیم کینز و دلی از عزا در آوردیم. شب سال نو هم بود. کنار یه شهر ساحلی چی میچسبه؟ غذای ساحلی. اینجا استرالیاست. برخلاف تصورات و کارتون‌ها و سریال هایی که تو دوران کودکی میدیدیم، سال نو میلادی توی استرالیا در گرمترین روزهای سال و در تابستون اتفاق میافته و مردم استرالیا معمولا روز اول سال نو رو میرن کنار ساحل. اما اینجا یه چیز عجیبی که تو ساحل‌های کینز وجود داشت، این علامت عجیب بود، علامت خطر حمله کروکودیل هنگام شنا کردن. تصاویری که میبینیدم یکی از سواحل زیبا نزدیک به شهر کینز هست.
درسته که تو سواحل کینز نمیشد شنا کرد، اما توی شهر کینز یه استخر برای عموم مردم و به صورت رایگان تو مرکز شهر وجود داره که از صبح تا ساعت 9 شب بازه. تصاویری که در ادامه میبینید مربوط به همین استخره که در کنار دریا ولی جدا از اون قرار داره و مردم میتونن تو روزای گرم سال ازش استفاده بکنن به جای شنا کردن تو سواحل پرخطر کینز. اینم از شدت بارون توی هوای گرم شرجی تابستون و یه رستوران زیبا که اگه به کینز اومدین پیشنهاد میکنم حتما برید. تو روز بعدی سفرمون به کینز رفتیم به اسکای پارک که میتونید اونجا بانجی جامپینگ و انواع ورزش ها و تفریحات مربوط به پرش از ارتفاع رو انجام بدید. البته من که فقط تماشا کردم. بعدش هم رفتیم باغ وحش، به کانگوروها غذا دادیم، کروکودیل دیدیم و حسابی خوش گذشت. این پرنده زیبا که میبینید کسواری هست که یه مدل شترمرغه که مربوط به همین سرزمین های مربوط به استرالیا میشه، در واقع نیتیو و بومی همینجاست و مخصوصا شهر کینز. ما هر جایی که میرفتیم یه نشان و ساینی از کسواری بود، حتی توی جنگلاش، که نشون دهنده این بود که این جنگلا حیات وحش این حیوونا به شمار میرن.